درود دوستان، پلیر هستم و خیلی خوش اومدید به یه پارت دیگه از بازی Don't Starve. پارت قبلی دیدید که هیچی بلد نبودیم و بعد از 2 روز مردیم، ولی من این دفعه یه چیزای مقدماتی بلد شدم که تو بازی به دردمون میخوره. و قبل از شروع ویدیو لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. روبی کارم دنبال کنید، اطلاع رسانی میکنیم اونجا. و الان قراره که شخصیتمون انتخاب کنیم و بریم داخل بازی. بریم. خب من بعد از تحقیقاتی که کردم و یه نگاهی که انداختم و با اطلاعاتی که کسب کردم فهمیدم که این ویلسون به نظرم بهترینش میتونه باشه. حالا بهترین که نه، ولی بالاخره میتونه یه شخصیت خوبی باشه، چون که سطح هوشیاریش 200. این خوب بودا، ولی این جز دمبل چیزی نداشت آقای اصغر. و امیدوارم با ویلسون که ما اسمشو میذاریم سعید یه شخصیتی باشه که ما رو حداقل تا ته بازی برسونه. حالا ته بازی هم بازی رو تموم نشدیم مهم نیست، تا ته بازی هم ما رو برسونه حداقل. و همین دیگه، همین انتخاب میکنیم و میریم. اسکیل ست چیه؟ اینا رو من بلد نیستم راستش، مثلا همینو بریم. بله ما آپلود شدیم. و گفتش که خب جرس و اینجا مثلا ماین کن دیگه، یه چیزی مثل ماین. این الان چیه؟ تویکس. گفتش که روز اول رو کلن ماین کن. حالا ما ماین میکنیم تا شب اول برسیم. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم، از موقعی روزگاره ماشین همین یه باره مثل اون کسی نداره. سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی، حرف زدناش قشنگه باقیش دینه می جنگه، همیشه صاف و یه رنگه. عشق منه اینا چشمان در فریاد میزنه، توی قدکاری بگی این منه، شب میره راست میره هی دل میبره. هر جا برم واسه یه دیدن اون گل میخرم، دارا ندارم آباش میذارم، جز خودش با هیچ کسی کار نداره. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم، از موقعی روزگاره عاشق همین یه باره مثل اون کسی نداره. سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی، حرف زدناش قشنگه باقیش دینه می جنگه، همیشه صاف و یه رنگه. خب صبح شد. بذارید این چوبه رو بزنم، چوبمون تموم شد. خب حالا گفتش که واسه شب دوم برو بگرد وسایل این چیه لول 2 رو پیدا کن. یا اسمش چیه؟ مثل ورک بنچ راست میمونه. میز کار لول 1 رو درست کن. بذارید بریم اینجا ببینیم اینا رفتن یا همونجا وحشی ها وایسادن. این چیه؟ خب رفتن خدا رو شکر. پیک فلاور. من دیگه بمیرم هم اتک نمیدم به لونه زنبور، ولی یه وقتی لازم میشه.
این چی؟ مرده اینجا قارچ دارم میبینم. او مای گاد. این قارچه رو بکنیم. بذار اینجا چی بندازیم؟ جای تویگی تریکون که فعلا به کار ما نمیاد. آره دیگه به کارمون نمیاد فعلا. حالا ما میریم وسایل. ببین 3 تا دیگه سنگ میخواد. 3 تا دیگه سنگ و یه دونم گولد ناگت پیدا کنیم کار جمعه. بردار. بذارید یه استک کامل من چوب جمع کنم. خب شد یه استک. الان این دیگه اضافیه. اینا هم فلاور. باز اینجا یه چیزی فکر کنم باید باشه. فکر کنم بذار اینجا گرس مرس بک. سنگ پیدا کردم. گولد ناگت هم پیدا کنیم دیگه تمومه. نیتره حالا پیدا کردیم این وسط. نیتره رو بندازم جای کدوم این لاگای اضافه رو که نمیخوایم و دراپ کن. بیا آقا داره غروب میشه. من یه خورده دیگه هم از این گرسا بکنم برگردم سمت پورتال و اینجور چیزا. چی نمیتونیم بسازیم. دوازده تا هم تویگز داریم. دو تا هم رد کپ. چیه؟ چیز قارچه. اوکی. اینجا فکر کنم خونه این ملکه ایناست و حس کنم که پورتال رو گم کردم و اصلا برام مهم نیست. حاجی یه چیزی پیدا کردم. ببین یا ابوالفضل. حالا بیا اینو جمعش کن. یا ابوالفضل. یا حسین حاجی من رفتم. من غلط کردم. جونم 10. پورتال نزدیکه. همین جاست. البته امیدوارم همین جاها باشه. حاجی این وره. این پورتال الان بکنم. سایه پورتال باید باشه که نیست. و اگه خب بدبخت شدیم. اینجاها رو کندم. نزدیکه. خب اینو میندازم پایین. خب مشعل درست بکنم. اوکیه.
خب ما همین جاها باید دور بزنیم که وضعمون وخیم نشه. سطح هوشیاری 189، جونمون 10. فکر کنم باید یه چیزی بخورم. گل میشه خورد؟ به کار نمیاد. اینا رو هم که نمیشه خورد. تا 5 تا همین خوبه. بس یه دونه هم حالا بخور. یه دونه گولد ناگت پیدا میکردم و ازمون خوب بود. فقط صبح شو. این یه چیزایی برامون وا شده با همر وا شده. بعد زمینه چیه؟ خب صبح شد خدا رو شکر. بنداز پایین اینو، همینجا بنداز پایین. جای اضافه، چون یه دونه حالا اینو ننداز دیگه خدایی. چرا بنداز؟ چون به کار نمیاد. دوباره اینا تمام میشه. جاهای جدید دارم پیدا میکنم و پشمام داره میریزه. خب الان این به چه کار میاد؟ این الان مسیر آسفالت فکر کنم. بذار همینو بریم ببینیم چی میشه. ما که تا اینجا اومدیم. بقیه‌شو این چیه؟ موش کوره؟ آره رفت پایین. فیلیندا رو داره میخوره؟ کجا؟ بذار میخوام اینو بزنم. این چیه؟ این تله است. این تله باید باشه حاجی. میترسم از زدنش، ولی اگه نزنم دیگه نمیدونم. خب نمیشه اصلا زدش. ولش. بذار همین مسیر آسفالت رو بریم ببینیم به کجا میرسیم. به قورباغه رسیدیم و دیگه به کجا میرسیم؟ یه دونه هوید اینجاست، یه دونه هم بری اینجاست. اینجا یه دونه اوه مای گاد، این چه پورتالیه حالا. لخت شدیم، یعنی لختش کردیم. این چیه؟ این هیچی، اینم هیچی. این چی هست؟ این صفحه نمایش میمونه. در بیار بابا، ترسناکه خدایی. بیا بذارم اینجا. اینم بذارم اینجا. بده بدبخت لخت نباشه. و این چیه؟ اینم که یا دنبالم هم میدوان. یا ابوالفضل حاجی، یه جا باید یه بیس بسازم. چی گفته؟ پیکاپ آیبون. خب آیبون هم پیدا کردیم. منتها این چیه؟ اینم از اوناست. این چیه؟ چستره؟ آخه چستر پیدا کردیم. دمش گرم، مشتی هستی. چی گفته؟ حاجی بذار اینو بزنیم. فکر کنم بهمون یه دونه یارو بده. میزنیم سری، ولی گورمونو گم میکنیم. حاجی کرش کردم. نه کرش نکردم. کیوه. رفتم تو کیو. اوکی بزنم پیک لایت فلاور چجوریه؟ میتونم بخورم؟ ارزش نداره. این چیه؟ فرن چیه حالا؟ اینم میشه خورد؟
حاجی جونم 16 بمیرم یعنی رد ماشرومه. و این چیه؟ فرن دوباره. اینم رد ماشرومه. حاجی یادمون باشه مستقیم اصلا کیوش بیشتر از این نیست. نه بیشتر از این نیست. گرساشو بکنیم بقیهش به کار نمیاد. چه اینجا یه چیزی هست، اینجا هم هیچی نیست جی. ولی عجب کیو خوشگلی. من بخوام قایم شم خدایی میام اینجا. حالا میریم رفتیم بالا. یا ابوالفضل خدا بخواد مردیم ها فکر کنم. البته داشتم چستر بیا ما رو نجات بده داریم میمیریم. اینا عجب موشکورای لاشخوری هن حاجی. اینجا موشکورا رحم نمیکنه. ول کن هویج مویج رو ول کن. فقط از دست اینا به دو در رفتیم ها حاجی. در رفتیم ولی موشکورا اون چیزی که یارو کردیم و همشو پاپولی کردن. این فایده نداره. داره دوباره شب میشه. شب سوم خدا بخواد. و ما تقریبا میشه گفت هیچ کار نکردیم خدا وکیلی ها. از این بریا بکن حداقل بخوریم. بخور. فقط این بریا رو میتونیم بخوریم. اونا رو میخوام باش غذا درست کنم. و هنوز یه دونه گلدین ناگت پیدا نکردیم که اینا رو یارو کنیم. و خاک بر سرت. میشه کشتشون اینا رو؟ جونم شون. اوه 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 اوه. اوکی. ترسناکه. صد هوشیاری 166 کاکتوسه. یاسین چیه؟ کات گراس. اینو میترسم ماینش کنم برام بد تموم شه آخه. میدونی اینجا هم هست. دو تاست. صبح شد ماینش میکنم. خب البته بذارید واسه پارت بعدی. خب و کار ما همینجا دیگه تموم میشه. مرسی از این که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. پارت بعدی این سنگر رو ماین میکنیم ببینیم داخلش چیه. و بازم میگم لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.